تصور کنید دنیای بدون چرخ یا اینترنت. هر کدام از این اختراعات نقش کلیدی در شکلگیری زندگی ما داشتند. در این ویدیو به اختراعی میپردازیم که دنیا را برای همیشه تغییر دادند. با ما همراه باشید تا داستان‌های جذاب و پشت این اختراعات و تأثیر آنها بر زندگی بشر را بررسی کنیم. 1. چرخ شاید ساده به نظر برسد، اما یکی از بزرگترین اختراعات بشر است. این اختراع که بیش از 50,000 سال پیش در بین نهرین ابداع گردید، تحول عظیمی در حمل و نقل و کشاورزی و حتی ساخت و ساز به وجود آورد. از این گاری‌های قدیمی تا ماشین‌های پیشرفته امروزی، همه به این اختراع مدیون هستند. 2. برق. دنیا بدون برق چگونه می بود؟ اختراعاتی مثل ژنراتور برق و لامپ زندگی انسان را از تاریکی به روشنایی بردند. برق تنها روشنایی بخش نیست، بلکه موتور محرکه تمام فناوری‌های مدرن هستند، از گوشی‌های هوشمند گرفته تا صنایع عظیم. چاپگر گوتنبرگ. یوهانس گوتنبرگ در قرن 15 میلادی با اختراع چاپگر انقلابی در نشر کتاب و اطلاعات به وجود آورد. پیش از آن کتاب‌ها با دست نوشته می‌شدند و فقط ثروتمندان به آن دسترسی داشتند، اما با چاپگر دانش و اطلاعات به دسترسی عموم رسید و عصر رنسانس آغاز گردید. اینترنت اختراعی که دنیای ما را به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است. این فناوری که از اواخر قرن 20 میلادی گسترش یافت، ارتباطات، تجارت و حتی آموزش را متحول کرد. امروزه میلیاردها نفر در سراسر دنیا از اینترنت برای کار، سرگرمی و یادگیری استفاده می کنند. موتور بخار اختراعی که پایه‌گذار انقلاب صنعتی بود. این فناوری توسط جیمز وات بهبود یافت و موجب پیشرفت‌هایی در حمل و نقل مانند قطار و کشتی‌های بخار و صنایع تولیدی شد. موتور بخار جهان را وارد عصر جدید از پیشرفت کرد. تلفن. با اختراع تلفن توسط الکساندر گراهام فاصله معنای خود را از دست دادند. امروزه تلفن‌ها از یک وسیله ساده ارتباطی و ابزار همکاره تبدیل شده‌اند که می‌تواند زندگی ما را مدیریت کند. کامپیوتر قلب فناوری مدرن هستند. اولین کامپیوتر بسیار بزرگ و کند بود، اما امروز ما می‌توانیم قدرت محاسباتی عظیمی را در جیب خود داشته باشیم. رایانه‌ها نه تنها کارها را سریع‌تر کردند، بلکه دنیای دیجیتال را ممکن ساختند. پلاستیک ماده‌ای است که زندگی بشر را متحول کرده است. این ماده ارزان و سبک در همه جا یافت می شود، از بسته‌بندی مواد غذایی گرفته تا ابزارهای پزشکی. با این حال استفاده نادرست از آن چالش‌های زیست محیطی نیز به همراه داشته است. هواپیما. اختراع هواپیما توسط برادران رایت رویای پرواز بشر را به واقعیت تبدیل کرد. هواپیماها سفرهای طولانی را کوتاه کرده و دنیا را با هم نزدیک کردند. امروز هواپیماها یکی از اصلی ترین وسایل حمل و نقل در سراسر جهان هستند.